بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز، حاضران محترم، این لحظه من و شما جنازه مادر محترمه را میخوانیم که در سن 58 سالگی سفر آخرت کرده اند. انا لله و انا الیه راجعون. ما هم بندگان خدا هستیم و آخر هم از این دنیا به سوی پروردگار بازگشت داریم. وقتی که من و شما در مراسم جنازه جمع می آییم، این برای ما یک درس، یک عبرت خوب باید باشه. چنانچه که امروز این مادر جنازه میخوانیم و به سوی آخرت بازگشت دوره، یعنی در خاک میسپاریم، هر روز یک کدوم ما و شما در بالای این چارچوب سوار، این چنین مردم برای جنازه ما جمع میزنند و ما به سوی پروردگار بازگشت داریم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که کفا بالموت واعظا. مرگ یعنی حاضر شدن در جنازه یا اینکه شنیدن نام مرگ و مرده، این برای شما واعظ است، برای شما پندهنده است، نصیحتگر است. باید عبرت بگیرید. متاسفانه ما امروزها هر روز مرگ میبینیم، مرگ میشنویم، در جنازه ها اشتراک میکنیم، اما برای ما عبرتی نیست. به تعبیر دوستای خدا گفتن عجب رسمی است، رسمی آدمیزاد که جانش میرود باور ندارد. ما یک نوع زندگی داریم که گویا نمیمرده باشیم. و همین خاطر برادران عزیز بزرگوار، همه وقت همیشه باید انسان برای مرگ آماده و تیار باشه، چون که مرگ به اختیار می آید. همه عملهای انسانیت به اختیار است، اما مرگ به اختیار است. همه وقت انسان باید آماده و تیار برای این سفر باشه که بعد از این سفر انسان به سوی پروردگار بازگشت میکنه و خداوند از این حیاتی که براش داده بود، از نعمتهای براش داده بود، خداوند از این نعمتها و از این حیات از اون انسان میپرسد. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در روایتی گفتن که ترکت فیکم واعظین، گفتن من برای شما دو پندهنده باقی میگذارم، از بین میروم. ان ناطق و صامت، یکی از اونها گویا هست و دیگرش خاموش است. ان ناطق القرآن، اونه که گویا هست قرآن است، که متاسفانه امروز اکثر مسلمان و مسلمان زاده از علم قرآن بی خبر است. و صامت الموت، اونش که خاموش است، این مرگ است. برادران عزیز، و این خاطر باید که من و شما از این جنازه یک عبرت، درس خوب بگیریم و در زندگی و در حیات خود را اصلاح کنیم، توبه داشته باشیم از خدا، از او خاطرات گناه ها و یعنی بدی های کردگی هستیم، از اونها نزد خداوند توبه کنیم. دیگر اینکه برادران بزرگوار من، این لحظه من و شما جنازه مادر را میخوانیم. مادر شخصیتی است که همه من و شما در آغوش چنین بزرگوارها تربیت یافتیم، به وایه رسیدیم. پدر و مادر در حیات غنیمت هستند، همیشه نیستند. حرکت کردن در کار که در زندگی انسان باید دعای اینها را بگیره، خدمت اینها را کنه، اینها را از خودش راضی بگردانه. چون که جناب پیغمبر گفتن رضا الله فی رضا الوالدین، رضاگی الله در راضی پدر و مادر است و قهر و غضب پروردگار هم در قهر و غضب پدر و مادر است. یعنی که پدر و مادر اینها شخصیت هایی هستند که وقتی از انسان راضی شدن، خداوند از اون انسان راضی می شود، و وقتی اینها از فرزند ناراضی و غمگین شدن، خداوند هم از اون انسان یعنی که قهرناک و ناراضی می شود. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم شخصیت پرسید یا رسول الله، من احق الناس بحسن صحابتی، از همه زیادتر حقدارترین شخص در بالای من کی هست؟ جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم امک، گفتن مادرت. 3 بار تکرارا پرسیدن، جناب پیغمبر گفتن مادرت. بعد از اون نوبت 4م پدر. گفتن به چی خاطر؟ به خاطر که مادر رنج و آزاری که از دست فرزند میبینه، پدر این رنج و آزار را نمیبینه، این ناراحتی را نمیبینه. و این خاطر من و شما برادران بزرگوار من، شخصیت هایی که پدرها و مادرهای حیات داریم و قدر این بزرگوارها برسیم. ببینید امروز این برادرمون مادر را در خاک میسپاره، دیگر جای مادر ابدی و همیشه خالی است. دیگه اون یعنی مادر مهربان و بزرگواری که وقتی میرفتی خدمت میکردی، دعا را میگرفتی، دیگه در حیات نیست. و این خاطر من و شما هر شخصیتی که پدر و مادرمون حیات است،
و قدر پدر و مادر برسیم، خدمت پدر و مادر کنیم، دعای پدر و مادر بگیریم. و دیگر اینکه در آخر دعا کنیم که خداوند بزرگوار این مادر مرحوممون از سفر آخرت شه و خیر گردونده باشه و خداوند این مرگ غریبی را براش مرگ شهیدی گردونده باشه. پروردگار رنج اون عذاب هایی که دردمندی هایی که در بیماری دیدن پروردگار کفارت گناه ها و رفع درجاش برات گردونده باشه و خداوند در برابر این مصیبت برای اهل بیتش صبر جمیل اجر جزیل یعنی ثواب بزرگ نصیب بفرماید. خداوند پروردگار قبرش باغ از باغهای جنت بگردونه و شب اولش براش آسان بگردون، زبانش برای جواب منکر و نکیر گویا بگردون. صلی الله تعالی علی خیر خلق. برادران عزیز، دیگر اینکه بالای هر انسان دو حق است، یکمش حق الله، دومش حق العباد. این مادر محترممون اگر چی کمبودی از عبادت و بندگی داشته باشه حوالش به خدا میکنیم. پروردگار بسیار بخشنده مهربان است، بسیار بخشنده گناه است. اما حق العباد، حق بنده های خدا گفته نمیشه از کسی یعنی چیزی و عوض عنوان قرض گرفته باشه که یعنی وارثش خبردار نباشه. شخصیت هایی که این مادر را میشناسه که از کسی قرضدار باشه به حجت شاهد بیاید ان شاء الله که این فرزندشون شوهر بزرگوارشون هستن پدر بزرگوارشون ادا میکنن. دیگر اینکه در دوام حیات کسی را اگر چیز سخنی پست بلند گفته باشه خواهش میکنیم ببخشه. خداوند بخشنده ها را دوست میداره. ابتدا شما پدر بزرگوار شوهرشون چی کم بوده که در زندگی در بینتون باشه یعنی حقاش رو ببخشه و که این سفری خیلی یعنی دور و دراز خطرناک شما هم باشه جون چی حق کم بوده که در مقصد حق شما کرده باشه حق شما باشه. تا آخر دعا کنیم خداوند بازم سفرش به آخرت به خیر بگردونه و رحمت و مغفرت گردونده باشه. کدمی را عزت پیش در آوردن باشه اختیار دارم.